به همه دوستان سلام. من در نوار نوبتی درباره متریک استرالیا معلومات عمومی می دهم. در از متریک استرالیا تصویر کرده شده است. خیلی دیده استادید آن کاملا در نیمکره جنوبی جایگیر می باشد. خط استوا با رنگ سرخ و دایره های تروپیکی با رنگ زرد نشان داده شده‌اند. در پایان با رنگ سیاه دایره قطبی جنوبی تصویر شده است. مساحت متریک استرالیا با جزیره های اطرافش 8.5 میلیون کیلومتر کوادراتی می باشد. متریک استرالیا را از شرق آبهای اقیانوس آرام و از غرب آبهای اقیانوس هند احاطه کرده اند. استرالیا متریکی مساحتش خردترین، کمبارش و کم اهالی سیاره است. متریک استرالیا را پهنورد هلندی و یانسون سال 1606 کشف کرده است. در نیمه دوم عصر 18 از طریق پهنورد انگلیس جیمز کوک ساحل‌های شرقی استرالیا کشف کردید. در شرق متریک قطارگوی بخشگاه کلان واقع اند. از همه قله بلندترین آن کاسیوشکا بوده. در رسم آن با نقطه سیاه اشاره شده است. بلندی قله کاسیوشکا 2228 متر می باشد. در رسم نوبتی در کدام منطقه های اقلیمی جایگیر بودن متریک استرالیا تصویر شده است. چه خیلی دیده استادید دایره تروپیکی جنوبی قریب استرالیا را از مرکزش بریده گذشته است. از همین سبب قسم زیادی استرالیا در منطقه اقلیمی تروپیکی که در رسم با رنگ سرخ نشان داده شده است جایگیر می باشد. قسم شمالیش در منطقه اقلیمی سوب استوایی جایگیر است. در رسم منطقه اقلیمی سوب استوایی با رنگ سفید تصویر شده است. با رنگ زرد خیره منطقه اقلیمی سوب تروپیکی نشان داده شده است که چه خیلی دیده استادید قسم جنوبی متریک را فرا گرفته است. یعنی متریک استرالیا در سه منطقه های اقلیمی سوب استوایی، تروپیکی و سوب تروپیکی جایگیر می باشد. در این رسم با رقم 0 دریای از همه کلان استرالیا دریای موری اشاره شده است. درازی دریای موری 2740 کیلومتر می باشد. آن از قطارگوی بخشگاه کلان سر شده به خلیج استرالیا جاری می شود. در رسم با ستارچه کول کلانترین استرالیا کول ایر نشان داده شده است. کول ایر از سطح اقیانوس 12 متر پست می باشد. در دوره بارانگری مساحتش وسیع شده در دوره بی‌بارش به حوزه های خرد جدا می شود. اکنون دوستان به این رسم دقت کنید. در این رسم زونه های طبیعی استرالیا تصویر شده است. با رنگ زرد خیره زونه بیابان ها اشاره شده است. زونه سوانه ها اطراف زونه بیابان ها را احاطه کرده اند که در رسم با رنگ سبز خیره نشان داده شده است. با رنگ سبز رفشن زونه بیشه های استوایی در شمال و زونه بیشه های سوبتروپیکی در جنوب تصویر شده است. در رسم با رقم 1 بیابان کلان ویکتوریا و با 0 بیابان کلان ریگی اشاره شده است. بین این دو بیابان گیبسون جایگیر بوده. در رسم با ستارچه نشان داده شده است. این بود یک چند معلومات درباره متریک استرالیا. شخصانی که خواهش مختلف فن گئوگرافی را به طور فاصله‌ای دارند می توانند به رقم 992 917 22 28 84 زنگ زنند. در آخر آبونه شدن را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.